در مورد اصول و استانداردهای ریاضیات مدرسه‌ای ما منابع فارسی و ترجمه شده خیلی نداریم و این اصول و استانداردهای ریاضیات مدرسه‌ای یک منبع معروف انگلیسی هست. بخشی از این اصول و استانداردها رو در سالهای قبل، حدود 20 سال قبل، من ترجمه کردم که در مجلات رشد آموزش ریاضی چاپ شده. الان من شماره 84 مجله رشد آموزش ریاضی رو اگر باز بکنم، صفحه 37 برم، صفحه 37 این مجله، در صفحه 37 رو اگر بیارم، بله، این صفحه 37 اصول و استانداردهای ریاضیات مدرسه‌ای NCTM 2000 قسمت اولش. این رو وقتی تازه از دوره ارشد فارغ التحصیل شده بودم، بخشی از پایان نامه من دوره کارشناسی ارشد آموزش ریاضی بود که ترجمهش رو انجام داده بودم و در مجلات رشد به چاپ رسید. خوب هست که ما با این استانداردها آشنا بشیم، با این در واقع اصولی که تمام دنیا بر ارزش و اهمیت اونها واقف هست. میشه گفت که این اصول و استانداردهای ریاضیات مدرسه‌ای یک شمولیت جهانی داره، یعنی هر کسی که میخواد وارد حوزه آموزش ریاضی بشه، همه افرادی که در واقع ذی ربط، ذی نفع یا ذی صلاح در حوزه آموزش ریاضی هستند، با این اصول و استانداردهای ریاضیات مدرسه‌ای آشنا هستند. این اصول با این که در سال 2000 جمع‌بندی شده از طرف NCTM، چیزی در حدود 20 سال قبل، ولی همچنان با ارزش هست و در محافل علمی در موردش صحبت میکنن، در موردش در واقع نظر میدن. اجازه بدید من یه نگاهی به این صفحه 37 از مجله رشد شماره 84 بندازم، ببینیم که داخل این چی هست. تو این صفحه اول شکل در واقع اون Principles and Standards for School Mathematics رو که اون سند NCTM در سال 2000 هست رو میبینیم. اینجا این NCTM استانداردهای دیگه‌ای هم برای موضوعات مختلف مثل ارزشیابی، تدریس حرفه‌ای یا ارزیابی ریاضیات مدرسه‌ای رو در سالهای قبل از 2000، سال 89، 91، 95 در واقع چاپ کرده و در موردش مطلب نوشته. واقعیتش این هست که این NCTM یکی از معروفترین انجمن‌ها یا شوراهای معلمان ریاضی هست که در تمام دنیا از اعتبار و معروفیت زیادی برخورداره. این در واقع اصول و استانداردهای ریاضیات مدرسه‌ای بر اساس اون 4 تا سند قبلی که NCTM چاپ کرده بود و جمع‌بندی و ادغام اونها شکل گرفته، یعنی یک جمع‌بندی کلی هست تا سال 2000، یعنی هرچی قبل از سال 2000 انجام شده بود رو شما میتونید در این NCTM 2000 همه رو ببینید. این سند هم تمام پایه‌های تحصیلی رو از پیش دبستانی تا سال 12 یعنی پایان دوره متوسطه رو پوشش میده و براش بخش‌های مختلفی رو خودش تقسیم بندی کرده. گفته از پیش دبستانی تا دوم ابتدایی، از سوم تا پنجم ابتدایی و دوره اول دبیرستان و دوره دوم دبیرستان، که البته الان ما متوسطه میگیم. اون موقعی که این سند ترجمه میشد دوره راهنمایی و دوره دبیرستان نام داشت. الان دوره راهنمایی دیگه اسمی ازش به میان نمیاد. فصلهایی هم که این سند بهش در واقع شکل گرفته، فصل اول یه چشماندازی هست برای ریاضیات مدرسه‌ای، فصل دوم اصولی که برای ریاضیات مدرسه‌ای هست رو معرفی میکنه، فصل سوم میاد به طور اجمالی بر استانداردهای تدریس از
پیش دبستانی تا پیش دانشگاهی رو مرور میکنه. فصل 4 استانداردها رو میاد مشخصا برای اون دوره اول ابتدایی، یعنی پیش دبستانی تا دوم ابتدایی رو پوشش میده. فصل 5 سوم تا 5 ابتدایی، فصل 6 دوره راهنمایی یا همون دوره اول متوسطه و فصل 7 هم دوره دوم متوسطه. فصل 8 هم در واقع برای اینکه این چشمانداز تجسم شده برای آینده رو بحث بکنه، یه جمع‌بندی کلی از در واقع اون آینده‌ای که میخوایم بهش برسیم یا آرمان شهری که میخوایم بهش برسیم رو بیان کرده. اصلها یا اصولی که این NCTM بر اونها تأکید داره، یکیش انصاف هست، یکیش برنامه‌ریزی درسی هست، بعدی تدریس یادگیری ارزیابی و تکنولوژی و معتقده که اینها بنیان و اساس آموزش ریاضی با کیفیت بالا هستند. یعنی شما اگه بخواید یه آموزش ریاضی داشته باشین که کیفیتش خوب باشه، باید این اصول رو رعایت بکنید. این اصول رو میگه آقا شما اگه میخواین تصمیمی رو در حوزه آموزش ریاضی در اسناد بالادستی بگیرید یا اگه میخواین کاری بکنید که اون آموزش ریاضیاتی که در مدرسه اتفاق میفته اثر بخش باشه، باید این اصول رو رعایت بکنید. این شورای ملی معلمان ریاضی آمریکا یا همون NCTM میگه که این اصل انصاف، میگه ریاضیات باید برای همه باشه. یعنی شما نباید بگید آقا ریاضیات برای دانش آموزایی که مثلا با استعدادن. میگه اگر این کار انجام بدید بس قسمت اعظمی از آموزش و قسمت اعظمی از دانش آموزا رو از دست میدید. شما باید به همه دانش آموزا توجه بکنید. بعضی از دانش آموزا زود یاد میگیرن، بعضی از دانش آموزا یه خورده دیرتر یاد میگیرن، بعضی ها دوست دارن مثلا ادامه تحصیل بدن وارد دانشگاه بشن، بعضی ها دوست دارن وارد محیط کار بشن، بعضی ها دوست دارن فقط پدر و مادر باشن. به هر حال میگه شما ریاضیات رو باید برای همه داشته باشید، برای همه برنامه‌ریزی بکنید، نه فقط برای اونایی که میخوان وارد دانشگاه بشن. یه اصل دیگه‌ای که براش تاکید داره اصل برنامه‌ریزی درسی هست. خب برنامه‌ریزی درسی حوزه مشخصی هست در علوم تربیتی، برای خودش یک اصولی داره، برای خودش یک میدونید احتمالاً ما تا مقطع دکترای برنامه‌ریزی درسی رو در خود ایران داریم، رشته معروفی هم هست در علوم تربیتی، متخصصان به صاحب نظر خودش رو هم داره. اونایی که دوست دارن در حوزه برنامه‌ریزی درسی ریاضی کار بکنن میتونن با مطالعه اون اسنادی که زیادم هست در حوزه برنامه‌ریزی درسی ایران به زبان فارسی در این زمینه اطلاعات زیادی رو به دست بیارن. به هر حال چیزی که برای اونا مهم اینه که فرصت‌های یادگیری ریاضی رو بهش ارزش قائل بشن، اون رو در واقع با معلمایی که متعهد و کارآمد هستن پیگیری بکنن. بعد از اصل برنامه‌ریزی درسی اصل یادگیری رو مورد توجه قرار میده. میگه شما اگه میخواین یادگیری اتفاق بیفته باید اون چیزی که واقعا به عنوان سواد ریاضی هست اون رو بشناسید. اگر شما ندونید که چه چیزی سواد ریاضی هست، اون وقت نمیدونید که چه چیزی رو باید یاد بدید و چه چیزی رو باید یاد بگیرند اون دانش آموزا. برای همین اصل یادگیری هم یکی از مواردی هست که براش تاکید میشه در حوزه آموزش ریاضی. اصول دیگه مربوط به ارزشیابی هست. خب باز بحث ارزشیابی یا سنجش بحث بسیار گسترده و گاهی پیچیده در حوزه آموزش ریاضی به تمام حوزه ها هست که واقعا اون چیزی رو که میخوای ارزشیابی میکنی، شما مثلا یه معلمی هستی ورقه امتحان رو میدی،
دانش آموزا می‌نویسن، بعد برمیگردی تصحیح می‌کنی، نمرات رو میدی. بعد سوال فلسفی از این میپرسن، سوال ماهوی میپرسن، میگن آقا واقعا این نمره‌ای که این دانش آموز گرفته از طریق اون ارزشیابی که شما از طریق یک ورقه پایان ترم یا پایان سال تحصیلی انجام دادید، واقعا اون ریاضیات رو که باید یاد میگرفت رو سنجش کردید؟ واقعا اون سواد ریاضی لازم رو ارزیابی کردید؟ آیا این نمره‌ای که شما میدید ارزیاب مناسبی هست برای یادگیری ریاضی؟ چه هدفی داشتید از این ارزیابی؟ به هر حال این اصولی هستن که بر بخش ارزیابی و ارزشیابی و سنجش آموزش ریاضی و یادگیری ریاضی تاثیرگذار هست و هر کسی که میخواد در این زمینه کار بکنه باید در آنها اطلاعات کسب بکنه. بخش آخر و اصل در اصول آموزش ریاضی تکنولوژی هست. خب شما میدونید دیگه، به این نیازی به گفتن نداره، اظهر من الشمس. الان هم که با این اوضاعی که به خاطر همهگیری کووید 19 یا همون کرونا اتفاق افتاده، ارزش تکنولوژی کاملا برای همه مشخص شده. اگر این تکنولوژی که الان ازش استفاده میکنیم نبود، اون وقت دیگه اصلا سیستم آموزش کلا تعطیل میشد و خیلی از سیستم های دیگه هم همینطور. البته اون موقعی که این اصول نوشته میشد خبری از کرونا نبود و اونها فقط ارزش تکنولوژی رو از باب یک دید آینده نگرانه بهش نگاه میکردن. ولی الان دیگه اون وضعیت تکنولوژی آینده نگرانه نیست، یعنی این نیست که برای آینده براش فکر بکنیم، این چیزیه که واقعا الان لازمش داریم. هر معلمی به خصوص معلمان ریاضی و هر دانش آموزی به خصوص اون دانش آموزی که میخواد ریاضی یاد بگیره باید از تکنولوژی استفاده بکنه و این دیگه اینجوری نیست که انتخاب بکنه که از تکنولوژی استفاده بکنه یا نه، نیست، مثل قبل نیست. در از این 1-2 سال اخیر دیگه اجبار هست برای استفاده از تکنولوژی در حوزه آموزش ریاضی. خب این صفحه 37 بود. من نمیخوام خیلی طولانی باشه، البته برمیگردم اینها رو اگر من نگاه بکنم. ما تا صفحه 42 هست، یعنی این بخش یا قسمت اول معرفی اصول و استانداردهای ریاضیات مدرسه‌ای که در شماره 84 رشد آموزش ریاضی در سال 1385 به چاپ رسیده، از صفحه 37 است تا صفحه 42. خب صفحه اولش رو با هم مرور کردیم. بد نیست من بخش هایی از این رو هم برای شما عزیزان بگم. البته من دوست دارم که شما خودتون این مطالب رو مطالعه بکنید. خیلی بهتر هست که مطالعه شما شخصی انجام بشه، خودتون با در واقع با دقت این مطالب رو بخونید. فایل های PDF این اصول و استانداردهای ریاضیات مدرسه‌ای رو برای شما که این 3 بخش بود، از شماره 84، 85 و 87 رشد آموزش ریاضی چاپ شده بود، این 3 فایل رو جدا کردم، به هم متصلش کردم تا یک فایل یکسر باشه برای معرفی اصول و استانداردهای ریاضیات مدرسه‌ای. لینک دریافت و دانلود این فایل PDF رو که شامل هر 3 بخش این اصول و استانداردهای ریاضیات مدرسه‌ای رو در اختیار شما قرار میدم تا بتونید این 3 قسمت رو یک جا دریافت بکنید و بتونید اینها رو مطالعه بکنید. من باز تاکید میکنم که این آشنایی با اصول و استانداردهای ریاضیات مدرسه‌ای برای هر کسی که میخواد در حوزه آموزش ریاضی کار بکنه، چه معلمی باشه که داره الان درس میده در مقاطع مختلف ابتدایی تا پایان متوسطه، یا دانشجوی معلمی باشه که میخواد در حوزه آموزش ریاضی مطالبی رو یاد بگیره، یا حتی پدر و مادری باشه که دوست داره دستش بیاد که